امروز به نوبودن این ماشین یه ذره شک کردم. صبح زود بردمش پیش آقای اسکندریان که در زمینه بنز ایشون تخصص خوبی دارن، نشونشون دادم و گفتن آقا 100% کارکرد 100,000 کیلومتر S500 8 سیلندر ما قطعا درسته. ماشین برگه کارشناسی رفتیم براش گرفتیم، دیدیم بدون توضیحات، بدون رنگ، مشکی داخل مشکی، سفارش ژاپن، S500 2006 اتاق لانگ 8 سیلندر 100 تا 110 تا کاره، درجه 1 ما، گرم و سرد، مموری، وکیوم، صندوق برقی، کول باکس، همه چی رو داره. بدنش یک نقطه رنگ شدگی نداره. وضعیت ماشین به شدت نوعه، اتاق لانگ 8 سیلندره و من دیگه این بدنه دیگه توضیح چی رو بدم، انقدر این ماشین نو مرتبه. من امشب دیدم باید فوری اینو پست کنم، چون کسایی که دنبال خرید مرسدس بنزن قطعا دنبال نوشن. این ماشین S500 8 سیلندر 2006 ما قطعا شما 8 سیلندر به این نوعی و به این مرتبی و به این کم کار کردی در سال 2006 و برگه کارشناسی بدون رنگ در این وضعیت نمیتونید پیدا بکنید. اگر دنبال خرید این ماشین هستید، ذره‌ای به خریدن این ماشین شک نکنید، چون من همه جوانب این ماشین رو سنجیدم. ماشین در شرایط بسیار خوبیه و فردا صبح اول وقت اگر دنبال خرید S500 8 سیلندر نوعی، تو خرید این ماشین تردید نکن، چون قطعا نمیتونی روی این ماشین کوچکترین ایرادی پیدا بکنی.